تامین اجتماعی مستقیما 4% از تمام هزینه‌های سفر رو طبق آخرین پیشنویس دریافت میکنه از محل تاکسی اینترنتی ها. خب بذارید یه حساب سرانگشتی انجام بدیم ببینم. من شنیده بودم مثلا اسنپ به عنوان لیدر بازار که بیشترین سهم رو داره، روزی به طور متوسط 5 میلیون سفر انجام میده. مثلا بگیم سهم بازارش مثلا 90%، حدوداً بقیه هم رو هم دیگه مثلا روزی 500,000 تا سفر داشته باشن، میشه 5 میلیون و 500,000 سفر در روز. هر سفر رو تخمین سرانگشتی مثلا بگیریم 100,000 تومان، این میشه 550 میلیارد تومان در روز. 550 میلیارد تومان ضرب در 4% چقدر میشه؟ 22 میلیارد تومان در روز. یعنی تامین اجتماعی صرفاً فقط از این 4% میخواد برای خودش درآمد داشته باشه. حالا اون مابقیش که آیا راننده ها پرداخت میکنن یا نمیکنن بمانن. خیلی جالب. با این حالا حساب کتاب شما که یه بعد دیگه داره، اگه راننده ها پرداخت نکنن اون سهم حق بیمه خودشونو، که به نظرم شاید خیلی هم تامین اجتماعی از این موضوع بدش نیاد، تماما این عدد نفع و سود سازمان تامین اجتماعی بدون برقراری هیچ مبارزه و تعهدی. روزی 22 میلیارد تومان بدون اینکه لازم باشه کسی جدیدی رو بیمه بکنن اگه راننده ها پرداخت نکنن. خیلی خوبه. من حسین میرزایی هستم، اینجا چرازه. ما با شما در مورد توسعه و اقتصاد صحبت می‌کنیم. اگه به این تیپ محتواهای تحلیلی علاقه داری، پیج ما رو فالو کن و ویدیوهای کامل رو تو یوتیوب چراز ببین.